من عشق و حال زیاده. من 20 سال مادرمو ندیدم. آره چرا؟ عشق ابدی من مادرمه که 25 سال ندیدمش. یه لحظه وایسا. تو قسمت 1 گفتی که 20 سال مامانتو ندیدی و تو قسمت 25 میگی که 25 سال مامانمو ندیدم. داداش علی، فیلم میان ستاره ای نیست که یه ساعت اینجا 7 سال اون سیاره باشه، بعد یه سیاره دیگه نرفتی. حالا نمیدونم شاید هم رفتی، شاید اگه رفتی بگو. رفتی یه جزیره اینورتر خونتون، حالا خودت هم که میگی تو ویلا زندگی می‌کنی، همون راسته این ویلای خودتون رو بگیری، لوکیشن عشق ابدیه. این 5 سال من نمیفهمم در از یه هفته چجوری 5 سال اضافه کردی. حتی خالق مشلوقات هم نمیتونه اینو درک کنه. علی سرتون میچرخم، میدونی دلیلش چیه؟ چون 13 سال تو غربت دارم دور سر رفیقام میچرخم. من 12 سال دارم آنتالیا زندگی میکنم، جایی که یک نفر آدم میره کار میکنه 1 سال که بتونه 7 روز هتل اونجا رو بگیره. من بلیت هتلاش همش فریه، برام گستم. علی خفمون کردی، اینقدر چوسی نیو. علی دیونمون کردی. خب 11 سال اینجا اون تایمی هم که ایران بودم توی شرایطی بودم نمیتونستم ببینمش، جدا بود. برادر من 13 سال توی خاک این کشور خاک خوردم شدم ورزشکار تیم ملی. علی به قول شیرازی‌ها سرسک گذاشتی تو کپم، ولی خیلی دل و پرام باحالی داری. میدونم که 24 ساعت جلوی دوربین بودن واقعا خیلی سخته، پس دم همتون گرم و واقعا دوستتون دارم. منتظر قسمت جدیدم.